أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İnşallah به إذن الله بزرگ سبحانه و تعالی ما برای شما آموزش تجوید قرآن کریم را میدیم و از این کتاب ما برای شما آموزش و درس میدیم و چی کمبودی و ناکاملی که در این کتاب هست ما از این کتاب نو برای شما یعنی کامل کرده پر کرده برای شما میفهمونیم، زیرا اونکه این چاپ پیش از سال 2003 و این باشد چاپی نو از سال 2014 و انشاءالله من این کتاب را در امین درس های تجوید برای شما میگذارم تا اینکه شما همین کتاب را دیده آموزشتان را پیش ببرید انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.